هر یه تنبیهی باشه به هر حال. کسی براش سوالی هست که ندونه مثلا این انمیایی که روبرومونن چجوری بازی میکنن؟ لازم توضیح بدم؟ من اولی بار باشون روبرو میشم. خب فکر کنید نگاه یه دونه ایر کامپرس دارن که ایاشون رو نگه میدارن، اغلب با اون میزنن، ولی خب دلیل نمیشه که ایاشون عادی هم نزنن. خب الان شما تصور بکنید که ما داریم با اینا فایت میدیم. خب فکر کنید من یه دایره داریم که من مرکز دایره باشم. خب من میخوام یه هیلرم نورس بازی کنه، یه هیلرم ایست، یه هیلرم وست، یه هیلرم ساوت. تو همون دایره میمونیم، نه کسی کایت میکنه نه کسی فرار میکنه، توی همون دایره شروع میکنیم به برال کردنشون و انگیج میدیم بهشون. فقط کافیه استیبلایز کنیم. افا پارتی چند تا هیلر داری؟ 1 2 3 تا. اونجا هم یه دونه داریم 4 تا. اگه 4 تا کافیه که هیچ اگه نه من برم هیلر بیام. الین من 5 میلیون گفتنم اما نمیرم الین. میلیون نیست البته 6 و 3 کم هست. نمیخوای بیای دیابلوی که داخل وایلد پسی؟ مارک کنم نمه گیت مارک کنم منتظر مانتاف کنید برگردیم. کسی هست که لیف زده باشه؟ به مسکلی بیا برای ایلین آغاز مارک کنم. مشکلی است که وایسا نه بازم میگم پخش وایسین، یه جوری پخش وایسین که نه دوتا هیلر اما همزمان اوتا تک بدن. هیلرها اولویت خودتون، بعدش پارتی. اول کار فکر کنم 2 تا دی پی اس از دست دادیم. فلفایر رو یه نفر دیگه پویا منم پویا اسپایک و دیزل 3 بودیم الان چی شد؟ به خاطر همین زیاد واسه من سوال بود چرا ادامه فایت رو زدیم بعد اینکه ما مردیم. من کسخلم. میدونی دیگه تیلت میشیم یه وقت ذره ندارم ولی واسه داخل خود اصلی کنید اگر نکردیم. نکم دمیزم زیاد داره بالا ولی خب میتونی این طرف چیزا بازه هر خواستی چیز کاری من بریم هر وقت هیچ کنید بچه دارو بپایید مثل سری قبل چیز نکنم چیزون فلان که اونا سری قبل چیز نکنم برک اول فایت گیرتی همه گیر فایر انمیون هست آرمور بیشی تا کلتیسکو باید یه دونه فرمایی چیزی برد همین یه دونه ویت چون داره این کارو میکنه what the fuck. یه پرماشو میخواد بزن پرماشو زد پرما کارمینگ دارن حواستون باشه پرما کارمینگ دارن. مطمئن باشید که بچه ها هیلرها پخش وای میسید. اوکی یه نارفست انگیج چون فرما کاربینگ و دانسانگ یه دیگه شدن کسا انگیج نیست دیگه معمولی اصلا میداره هم
پس الفا یه چند ثانیه من عوض کنم. من از کل تانکا و کسایی که سی دارن میخوام که یه هیلر رو برای خودتون تارگت کنی و فقط هیلر به هیلر خودمون کمک کنیم. خیلی طولانی. اینجا گارد نداره. نداره، همه رو ما زدیم. فقط دو تا اون طرف کارت مونده. وست گارد دارم. گارد اینجا بچه‌ها بالیستا داره، میتونیم بالیستا رو داج بدیم بریم داخل برالشون کنیم. اون وسط خیلی بیشتر بالیستا میزنه. بچه‌ها اینجوری استایک وای میسید الان یه پرماکارمی میشه، اصلا نگران نباشید. پخش بایست. این میخواد از تیلتون بکنم. یه نزده علکی بود. رو خود بذار یواش دارم میان داخل. رو خود تانک بچه‌ها. پخش بایستیم. پویا بپا. بیان بچه سمت نورفست یکم یواش دونه یکی بیان سمت نورفست. پخش یکم بیشتر برون شروع کنید بچه بیاد به سمت نورفست بیرون از در بچه روی بکراین 5 4 3 2 1 رو من پخش وایسین استیبلایز کنید پخش وایسین هنوز اوکی فقط پخش وایسید دارات کمک کنید بچه آره داخل بکلاین تو فرانت لاین انمیه. نایس پخش وایسید همینجوری آمیتا رو بچه روی فرانت لاین کمک کنید نیکست دیگه شدی 5 ثانیه دیگه بین خودمون بچه ها 5 نورت ساید 4 نورت ساید 2 یکی تو رو من متاسفانه یک تمانات از ما بیشتره و ما بچه دوباره وایپیم گرد. سیافلو بیا آقا. متنفرم.